6 ماه از عروسی ما گذشت که خانواده همسرم اینا رو دعوت کردم خونمون. من همیشه قبل از ورود مهمونا تمام وسایلمو آماده میکنم. بچه‌ها شب قبلش تمام ژله‌هامو درست کردم. غذای اصلی جوجه بود که طعمدارش کردم و گذاشتم توی یخچال. دستور تمام ژله‌ها و سالادای خوشمزه که درست کردم توی هایلایت پیج هست. دیگه گفتم یه غذای فست فودی هم درست کنم. انتخابم پیراشکی گوشت و اسنک بود. سالاد کلمم که مناسب فست بود درست کردم و داخلش انار ریختم. عالی شده بود بچه‌ها. اینجا داشتم اسنک ها رو آماده می‌کردم که خیلی راحت بود. دیگه خودتون دارین می‌بینید. تزیین دسرها رو انجام دادم و داشتم میزمو میچیدم و منتظر مهمونای عزیزم بودم که خانواده همسرم اینا بودم. دیگه آقایون اومدن و بساط شام راه انداختن، جاتون خالی. دیگه حال و هوای خونمون حال و هوای مهمونی بود. از توی ویدیو مشخصه. اینجا داشتم سفره رو میچیدم. انقدرم استرس داشتم. به نظرتون واسه بار اول سفرم چطوری شده بود؟ و اینکه شما بعد از چند وقت که عروسی کردین خانواده همسرتون رو دعوت کردین توی کامنت ها بهم بگو. اگه این ولاگمو دوست داشتی پیجمو فالو کن.